من میخواهم به زمان کودکیم برگردم، به اونجایی که دیه بود، هوای آرامی، بیغمی، به رودخانه‌ای که آبی صافش پایهای خرد ما را نوازش میداد، به دست مهربان مادر که نان و شیرینی خانگی آماده میکرد و به چهره خسته ولی پرمهر پدر که از صحرا با تبسم برمیگشت، به کوچه های خاکی که با خنده های ما پر می شدن، به گل های صحرا که با هر نسیم بوی زندگی رو می آوردن، به شبهایی که آسمان پر از ستاره بود، به دلهای بیغم تنها با آرزوهای ساده. ای کاش باز همون کودکی می شد، زمانی که تمام جهان در یک دیه و تمام خوشبختی در آغوش پدر و مادر جای داشتند. هوای کودکی هوای وطنی واقعی بود.